برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام تماشاگران عزیز، امیدوارم همه تن صحت و امین از سرایت کرونا ویروس هستید. چون طبق اعلان وزارت تندرستی تاجیکستان کرونا ویروس از تاجیکستان فرار کرده است و طول چند روز اخیر کسی را هم مورد هدف قرار نداده است. برنامه امروزه ما ویروس است، اما نه کرونا ویروس بلکه ویروس برق است. ویروس برق. بیایید با هم نشانه های اساسی ویروس برق را تشخیص میکنیم. ازبکستان پس از چند روز بیش از 2 برابر پایین بردن انتقال برق به افغانستان، آن را نه تنها به حجم اول 450 مگاوات برگرداند، بلکه قرار است به 600 مگاوات رساند. تاجیکستان از 320 مگاوات به 80 مگاوات پایین برده است و امکان دارد به زودی خریدار اصلی برقش را از دست دهد. کدام خریدارش را؟ کدام بازار را؟ بازار برق 3 میلیارد دلاری. افغانستان در حال حاضر به مبلغ 300 میلیون دلار برق وارد می کند و قرار است این حجم به زودی به 1 میلیارد دلار برابر شود. طلبات به برق در کشور همسایه افغانستان با سرعت می افزاید. به این دو عامل کمک می کند: رشد با سرعت اقتصاد و بیزنس و برنامه فراگیر دولت برای تأمین بیشتر اهالی با برق. در چند سال اخیر سرعت افزایش طلبات به برق بیش از 10 برابر افزوده. دولت نه تنها به واردات آن بلکه به استحصال داخلی سرمایه گذاری می کند. در 8 سال از سال 2009 تا سال 2017 استحصال داخلی برق در افغانستان 33% افزایش یافته است. سال 2016 قدرت استحصال وطنی برق به 566 مگاوات برابر بود که از آن 300 مگاوات نیروگاه‌های آب برقی، 200 مگاوات نیروگاه‌های گرمایدهی، 65 مگاوات چرخه‌های دیزلی و 1 مگاوات نیروگاه‌های آفتابی استحصال می‌کردند. در این مدت واردات برق به افغانستان رشد چشمگیر داشته و 5.5 برابر افزوده است. اگر در سالهای 2008-2009 تناسب استحصال داخلی و واردات برق 50-50 بود، حالا این تناسب 19-81 به نفع واردات است. در سالهای 2017-2018 استحصال برق در افغانستان 1 میلیارد و 100 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل میداد. در همین سالها همسایه کشور 4.6 میلیارد کیلووات ساعت واردات کرد که نظر به استحصال داخل بیش از 4 برابر زیادتر می باشد. همگی 30% اهالی افغانستان به برق تامین است و بس. بیشتر اهالی دهات که 75% از شمار عمومی اهالی را تشکیل می دهد به برق تامین نیستند در افغانستان. طبق برنامه تامین اهالی به برق برای سالهای 2012-2035 که دولت افغانستان قبول کرده است، قرار است تامین اهالی و کارخانه ها به برق به 83% رسانیده شود. اهالی دهات از 28% به 65% و اهالی شهر به 100%. در صورت اجرا شدن این برنامه که تا حال از نقشه عقب نمانده است، یعنی طبق نقشه رفته ایستاده است، در 10 سال آینده طلبات برق در افغانستان به برق قریب 10 برابر بیشتر می شود و این طلبات باید از جای تامین گردد. البته دولت تصمیم گرفته است استحصال داخلی را از 19% فعلی به 65% رساند، اما همان 35% باقی مانده هم خیلی بیشتر از حجم است که حالا کشور واردات می کند. حالا رقابت 3 کشور برای تامین افغانستان با برق دوام یافته ایستاده است.
برای به دست آوردن حجم هرچی بیشتری این بازار سه همسایه کشور آسیای میانگی افغانستان رقابت میکنند. تاجیکستان که قرار بود به صادر کننده اصلی برق به افغانستان تبدیل شود و یکی از هدفهای ساختمان عصر نیروگاه برقی آبی روغون و خط انتقال کسه هزار هم به خاطر به همین بازار وارد شدن بود، با سرعت این بازار را از دست داده ایستاده است. خود افغانستان سال 2016 اعلان کرد که از خریدن برق انتقال شونده توسط کسه هزار دست میکشد و تنها کشور ترانزیتی باقی میماند. یعنی افغانستان میگوید توسط کشور ما بگیرین برین تا پاکستان خط انتقال برق را، لیکن من از آن استفاده نمیکنم. ازبکستان برعکس تاجیکستان با سرعت بیشتر سهم خود در بازار برق افغانستان را افزایش داده، جای پای کمتری برای رقیبانش باقی میگذارد. از سال 2002 تا امروز ازبکستان حجم صادرات برقش به افغانستان را 30 برابر افزایش داده است. اول سال 2019 بین ازبکستان و افغانستان شرطنامه امضا شد که مهر محکمه به تحکیم موقع ازبکستان در این بازار با سرعت رشد کننده گذاشت. طبق این قرارداد صادرات برق ازبکستان در سال 2021 به 600 مگاوات رسانیده شده. هر سال این حجم بیشتر می شود. گذشته از این شرطنامه با اصول گیر یا پرداخت کن برای 10 سال امضا شده است و افغانستان را وادار می کند نوبسته از آن که حجم در شرطنامه ذکر شده را وارد می کند یا نه پولش را پرداخت کند. یعنی برق وارد می کند یا نه، برق می گیرد یا نه، باید پول برق را پرداخت کند افغانستان. انا شرطنامه. تاجیکستان و ترکمنستان را با همین گونه قرارداد ازبکستان یک شرط به عاقب زده است، یعنی به حاشیه رانده است، زیرا حد اقل 600 مگاوات برق را افغانستان مجبور است تنها از ازبکستان خریداری کند. تماشابینان گرامی، ازبکستان و افغانستان علاوه بر آن چیزی که گفتم شرطنامه ساختمان خط انتقال برق سرخن پل خمری را امضا کردند که به ازبکستان امکان می‌دهد صادرات برق به همسایه کشور را تا 70% افزایش دهد. این خط انتقال برق کابل را با سیستم یگانه انرژتیکی آسیای میانه می‌پیوندد که خال دیگری به دست تاشکند می‌دهد. قدرت انتقالی این خط انتقال برق به 1000 مگاوات برابر است که به 70% کسه هزار را در بر میگیرد. اما قیمت بنیاد آن 7 برابر کمتر است. نرخ این پروژه به 150 میلیون دلار برابر بود. 118 میلیون دلاری آن را جانب افغانستان و 32 میلیونش را ازبکستان پرداخت میکند. فکر میکنم در همین حال تاجیکستان در اوتسایدر قرار میگیرد. در این رقابت واقعا تاجیکستان حالا در اوتسایدر است و بعید نیست که آن رانده شود یا به صادر کننده رمزی تبدیل گردد. همین سیمولیک که یگان چیز صادر میکند تمام. زیرا وضعیت ترکمنستان هم به حد تاجیکستان بد نیست و این کشور هنوز در رقابت داشت میدهد، طاقت میکند. این کشور در حال ساختن 2 خط انتقال برق به افغانستان است و میخواهد انتقال برقش به این کشور را افزایش دهد، در حالی که به ایران هم حدودی 600 مگاوات ترکمنستان برق صادر میکند. از برتری های ازبکستان و ترکمنستان در این رقابت نسبت تاجیکستان این است که با فرق از تاجیکستان این دو کشور تمام سال امکان صادرات برق را دارند، در حالی که
дасти тоҷикистон барои содироти барқ танҳо дар баҳори тобистон боз аст. ҳоло тоҷикистон қудрати дар зимистон ҳам содир кардани барқро дорад, албатта на дар сатҳи ҳаҷми тобистонӣ, вале ба назар мерасад қудрат ва дирояти ҳифзи ҳамин имконияташро ҳам надорад. тибқи иттилои ба даст овардаи мо, имсол бо дархости ҷониби ӯзбекистон тоҷикистон миқдори зиёди оби обанбори норакро ба ин кишвар сард дод, холи бидуни истеҳсоли барқ. аммо маълум нест ҳамин оби бидуни истеҳсоли барқ аз обанбор сардода бо маблағ ё бидуни он ба ӯзбекистон дода шудааст, чун шартномаи расмие имзо нашудааст. яъне агар маблағе ҳам ҷониби тоҷикистон барои сар додани об ба ӯзбекистон гирифта бошад, ғайрирасмӣ гирифтааст, гуфта мешавад камбуди шадиди барқ ки тобистон ба вуқӯъ пайваст натиҷаи холи сар додани об будааст. ин фурӯши ғайрирасмӣ ё туҳфасозии об дар тоҷикистон дар мавсими тобистон ба ӯзбекистон боис шуд ки на танҳо кишвар дар зимистони сард ба камбудии барқ мувоҷеҳ шуда садҳо миллион зарар бинад, балки бозори бузурги фурӯши барқашро ҳам аз даст дод. бо истифода аз кам шудани интиқоли барқ аз тоҷикистон, ӯзбекистон тавонист бозорро аз худ кунад ва албатта аз худкунии бозор барои ҳамеша. касса ҳазор ва тақдири норӯшани он хеле суолҳоро ба миён овардааст. сару садоҳо атрофи хатти баландшиддати интиқоли барқ касса ҳазор ки чун як дастоварди байналмилалии тоҷикистон ва аз манбаъҳои хуби даромад дар оянда талаққӣ мешуд, хомӯш шудааст. дар бораи касса ҳазор хеле гапу кор кам шудааст. ҳоло дигар расонаҳои тоҷикистон дар ин бора ҳарф намезананд ва онро дар қатори дастовардҳои Эмомалӣ Раҳмон зикр намекунанд. барои чӣ? ба андешаи коршиносон ин масъалаи чандум дараҷа шуда рафтааст. яъне дига ин дастоварди Эмомалӣ Раҳмон нест. коршиноси масоили иқтисодӣ Абдуманнон Шералиев мегӯяд ҳамин чанд сабаб дошта метавонад. Абдуманнон Шералиев мегӯяд аз аввал ба ин ки сохтмони роғун метавонад Тоҷикистонро ба ғули энергетикӣ дар минтақа табдил диҳад шубҳа дошт. дар масъалаи ин ки чаро дар бораи касса суҳбат камтар шудааст, ман ба ин назарам ки на танҳо сохтмони касса, худи сохтмони роғун, аз аввал ба ин назар будам ки худи сохтмони роғун дар шароите ки технология аз ҷумла технологияи истеҳсоли барқ бо сурат пеш меравад, сохтмони чун нерӯҳои бузург бо назардошти бозори дигарон, яъне танҳо бо ҳадафи содирот чандон мантиқӣ нест. ва зеро имрӯз технику технология пайдо шуданд ва бо сурат рушд мекунанд ва арзон мешаванд ки барқро бо қимати хеле арзон истеҳсол мекунанд. Масалан, як ширкати олмонӣ бомпӯшҳо ё черепицо истеҳсол мекунад ки қиматаш аз черепицои оддӣ каме бештар аст ё ҳатто баробар ба он аст, аммо он барқ истеҳсол мекунад, аз барқи офтобӣ истеҳсол мекунад ва як хонаро метавонад бо барқ таъмин кунад. Ин як мисоли оддии истеҳсоли барқ. ё ки масалан як ширкати ҷопонӣ, номаш фаромӯш кардам, як ширкати ҷопонӣ пешниҳод карда буд 2 сол пеш ба холдингҳо ҳатто ба кишварҳо ки бо ин ширкат дар хариди барқ шартнома банданд ва барқ баъди танҳо 10 сол бопул фурӯхта мешавад ва баъди 10 сол комилан бепул хоҳад шуд бо истифода аз технологияи инам истеҳсоли барқи офтобӣ. инҷо як масъалаи дигар ҳам аст. Масалан, бибинед ки чаро ба назари шумо Ӯзбекистон аз даъвояш
علیه روغن دست کشید. یعنی خیلی مبارزه بود که روغن ساختن شود و در آخر وقتی که حکومت جواد شد اجازه داد دست کشید و تو پیشنهاد کرد که میتونه در اون سهم گذاشته باشه. البته اینجا مسئله مناسبت های شخصی با تاجیکستان از جانب کریم میرزایف هستند، لیکن به نظر من مسئله برمیگردد به خود روغن. ازبکستان در این مدت مطمئن شد که برخی که روغن استحصال میکند نمیتواند با بازار ازبکستان رو تنگ کند و میتواند که یعنی اجازه دهد و برعکس آبی که در انبار روغن جمع میخواهد شد با نفع کلا به نفع ازبکستان است و خیلی ازبکستان از این بهره خواهد برد. همین خاطر به نفع ازبکستان است که روغن ساخته شد، برای این اجازه داد. و چیزی که قبلا گفتم نظری من درباره اینکه روغن غولی یعنی تاجیکستان یک غولی صادر کننده برق شود نمیتواند، یعنی امکان دارد که تاجیکستان به این دست نیابد، لیکن امکان دستیابی در آینده به تبدیل شدن به یک غولی صاحب آب وجود دارد با استفاده درست. اگر از آبانباری روغن درست شود یعنی تاجیکستان میتواند آینده با استفاده یعنی با مدیریت درست آب رو با قیمت خیلی گرانتر از برق فروشد. عبدالمنان شیرالیف میگوید در مسئله کسر هزار مقامات تاجیکستان معلومات زیاد ارائه نمی کنند، اما برخی تحلیل ها نشان می دهند که آن هم چندان موفق نخواهد بود. خب در مسئله کسر هزار و یک مسئله دیگر هم است که تاجیکستان مقامات تاجیکستان از ارائه معلومات زیاد در این باره خودداری میکنند و ما نمیدونیم که اصل کار در اینجا چی است، لیکن بعضی معلومات هایی که دسترسی عام است نشون میدهند که کار این پروژه هم چندان طوری که من نظر گرفته شده بود خوب نیست. یعنی برای مثال در اول در این پروژه باید ترکمنستان و ازبکستان هم شرکت میکردن، لیکن اونها دست کشیدن به این خاطر که این پروژه بیشتر به نفع قرقیزستان و تاجیکستان است و ازبکستان و ترکمنستان در صورت شریک شدن به این پروژه نمیتونستند با تاجیکستان و قرقیزستان در بازار افغانستان رقابت کنند که یکی از بازارهای خیلی بسیار رشد کننده بازار برق، بازار فروش برق. و مسئله دوم این است که 2 سال پیش در زمانی که شروع شده بود یا شاید 1 سال پیش بود چندان به خاطرم نیست، زمانی که الکی ساختمان پروژه نکس هزار جریان داشت، مقامات پاکستان یک طلب دیگر پیش گذاشتن که اونا میخوان توسط همین خط انتقال برق، خط بلندشیده انتقال برق بلندشیده یعنی کس هزار اونا میخوان در زمستان برقشون رو به تاجیکستان صادرات کنن، یعنی برعکس تابستان تو برق به اون طرف میره، زمستان از اون طرف به اینجا. ولی چون تاجیکستان دیگر در زمستان به زودی به برق نیاز نخواهد داشت، این قبول نکرد و دیگر تقدیر همین نوروشن ممکن مثلا چی خیلی حل شد یا نشد و چی مثلا در پای داشت. یعنی این بعضی هم خیلی خبرهایی که دریافت میشن نشون میدن که دیگر کس هزار اون یعنی محبوبیت اون وزنی که قبلا داشت ندارد. گذشته از این یکون کفالت وجود ندارد. مثلا پاکستان خود حالا که افغانستان از خریداری برق کس هزار دست کشید است، یعنی اعلام کرد که ما خریداری نخواهیم کرد و شاید سبب این هم در این ردی افغانستان هم شاید دست ازبکستان وجود داشته باشد. خلاصه یکون کفالت وجود ندارد که پاکستان در آینده نزدیک به تکنولوژی پیشرفته استحصال برق دست می‌یابد که بسیار ارزان‌تر از برق صادر شونده از تاجیکستان تمام خواهد شد و نیازش به برق تاجیکستان کمتر میشه. و شاید سببی همون درخواست پاکستان از اینکه میخواد زمستان برق تاجیکستان انتقال دهد همین بود که تاجیکستان به این نتیجه پاکستان به این نتیجه رسیده است که همین پروژه دیگر چندان با مثل که قبلا پیش بینی شد نفعش نیست و میخواد تغییرات در آن وارد کنند. انا گپو من گپ. تماشابینان عزیز، از این گفتاری کارشناس نمیدانم شما چه خلاصه کردید، اما خلاصه من این شد که با این ناعهده برای حکومت کشور که امروزها نه به مردم نه به مشتریان خارجیش برق تامین کرده نمیتواند، نصیب باشد
سال آینده لیمیت برق بار دیگر افسانه می شود. اما اکنون برای همیشه، چون امسال تاجیکستان یک بازار بزرگی فروش برقش را تقریبا از دست داد و تا شروع انتقال برق به پاکستان می توانید نفس آسوده کشید. ناترسیده برنامه های تأسیس کارگاه و کارخانه های بزرگ را روی دست گرفته آمادگی خود را دیدن گرید. این حکومت امروزه به مردم دارا، صاحب مال و آگاه و دانشمند یک روز هم حکومت داری کرده نمیتواند. چپه می شود. حالا از دستنگری و قوه کاری کشور در مهاجرت بودن سوء استفاده کرده ایستاده است. این حکومت اگر برق دائمی تامین باشد، شرایط ساختن کارخانه های بزرگ بدون دخالت نهنگان بزرگ مهیا شود، چی کسی از تاجیکستان تا ساخالین و نوسیبیرسک، کامچاتکا و چوکاتکا رفته کارخانه می سازد؟ هیچ کس. می آید در وطنش می سازد. همین که مردم رو به نیک و احوال نهاد، جای این حکومت تنگ می شود. نفس کشیده نمی تواند. میان را محکم ببندید. پای دیوار اساسی پیشرفت کشور اصلاحات کلی در کشور است و این هم دور نمی پاید. دیگه باقی همه برای پیشرفت است. انشاءالله پیش خواهیم رفت. این بود برنامه امروزه دیدگاه. برای پیگیری بیشتر از برنامه های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما ابونه شوید. در کانال تلگرامی ما دوام روز برچسب تمامی مطلب های پایگاه اطلاعاتی پیام نقطه net، برنامه های ویدیویی از کانال یوتیوبی پیام تیوی، برنامه های رادیویی پیام گذاشته می شوند. همچنین در رادیویی پیام دوام روز هر نیم ساعت با زبانی تاجیکی، روسی و ازبکی از رویدادهای تاجیکستان و جهان خبر داده می شود. چندین برنامه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز در رادیوی پیام پخش می شوند که امیدواریم پسند شما می گردد. ضمیمه رادیوی پیام هم برای تلفن های هوشمند اندروید و هم آیفون در پلی مارکت و اپ استور قابل دریافت و نصب است. همچنین در ماهواره هاتبیرد ما را جستجو کنید. الکی برنامه های تلویزیونی ماهواره پیام تیوی روی موج هاتبیرد دسترس شمایند. با امید دیدار، خدا نگهدار. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. پیام تیوی به ماهواره می براید. برنامه های پیام تیوی، اصلاح تیوی و رسانه و بلاگرهای دیگر آزادی بیان و ابراز نظر، پنهان و آشکار حالت کشور، نمایش مباحثه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و غیره در شبکه ماهواره پیام تیوی. ما را در ماهواره هاتبیرد جستجو کنید. آنچه ما منظورتان میسازیم در تلویزیون های دولتی نمی بینید. ما صدای آزادگان را به شما و صدای شما را به گوش مقامات و جهانیان میرسانیم. منتظر پیام های پیام تیوی باشید.